سلام و درود به بینندگان عزیز. برنامه آینه محرم است. این برنامه اختصاص داده شده به هیئت حسینیه بیت الائمه. در برنامه مهمان داریم مداح اهل بیت کربلایی محمد رضا نبی زاده و همچنان استاد قاری محمد زکی وحیدیار. در خدمت نخست مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. صحبت خود شروع میکنیم با نبی زاده صاحب. نبی زاده صاحب، شما مدرسه رایی میکنین. شما چه وقت شروع کردین؟ چه وقت این علاقه رو پیدا کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم محضر تمام بینندگان تلویزیون کوثر و همچنین محضر شما جناب آقای یاوری عزیز و همه همکاران خوب شما. بنده مداحی را از زمان طفولیت، شاید از سن 7 سالگی، چون پدرم یکی از علما بود، عالم روحانی بود، در اصل استاد ما پدر ما بودن. از همون سن 7 سالگی 8 سالگی ما تحت نظر ایشان به خواندن نوحه شروع کردیم و تا سن 18 سالگی که ما از 18 سالگی مهاجر شدیم به طرف ایران رفتیم و مداحی را به طور حرفه‌ای از اونجا آموختیم و حالا یکی از نوکرای کوچیک اهل بیت انشاءالله اگر اهل بیت ما رو بپذیره در خدمت جامعه هستیم. بسیار خوب. در زمان سابق یعنی دمو سین کودکی شما مداحی رو شروع کردین؟ نوحه می‌خوندین؟ زمان نوحه می‌خوندیم. از نوحه‌خوانی شروع کردین؟ بله. بسیار خوب. شما ماشاءالله بسیار از کارکردهای شما که روی اینترنت می‌بینیم یا از شبکه‌ها رسانه‌ها که می‌بینیم بسیار صدای قشنگ دارین ماشاءالله. یعنی تا این زمان را چه تفاوت‌ها رو می‌بینین در خود؟ چقدر رسیدین به این کار؟ والا خب هرچی در این رشته در این راستای کار آدم بیشتر سند از آدم میگذره و آدم با اساتید برخورد میکنه، مجالس ها رو میبینه، تجربیات آدم بیشتر میشه. ما همینطور که از همون طفولیت نوحه میخوندیم و فقط نوحه خوان بودیم. یک نوحه‌ای را پدر ما روی کاغذ نوشته میکرد و گاهی ما حفظ میکردیم، از حفظ میخوندیم و گاهی از روی کاغذ میخوندیم و بعد که بزرگ شدیم خب حالا مخصوصا در این دور زمان که اینترنت در اختیار همه هستند ما از همه اساتید واقعا استفاده میکنیم. مداح‌های خوب جهان، مثلا از مداح‌های ایرانی دوست عزیز ما مداح خوب جهان حاج محمود کریمی صاحب که بسیار واقعا دوستش دارم، آهنگای خوبی میخونن و بسیار ما از مداح‌های او استفاده میکنیم. بسیار خوب. نبی زاده صاحب، شما برای بیننده های ما چی دارین فعلا؟ چی میخواین بخوانین فعلا؟ کدام نوحه را آمادگی گرفتین فعلا؟ نوحه همین نوحه هایی است که راجع به ورود اهل بیت به سرزمین کربلا که کاروان امام حسین به سرزمین کربلا میرسه و ما نوحه به همین رابطه آماده کردیم انشاءالله که تقدیم حضور بینندگان میشه. خب بینندگان عزیز، از نفس گرم استاد استفاده میکنیم، میشنیم با هم همین نوحه را. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود، کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود، کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود،
ساربان ای ساربان، ساربان ای ساربان، ما رسیدیم کربلا. ساربان ای ساربان، ما رسیدیم کربلا. پا نهادیم در ره عشق و ایمان و وفا. پا نهادیم در ره عشق و ایمان و وفا. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. این زمین کربلا، این زمین کربلا، مقتل اصغر بود، مقتل اصغر بود. کوثر عشق خدا، کوثر عشق خدا، در دل اصغر بود، در دل اصغر بود. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. دست عباسم جدا، دست عباسم شود در همین وادی جدا. دست عباسم شود در همین وادی جدا. مادرم زهرا برو، مادرم زهرا برو، می شود صاحب عزا، می شود صاحب عزا. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. 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 خواهرم از دیده‌اش، خواهرم از دیده‌اش، اشک خون جاری کند. خواهرم از دیده‌اش، اشک خون جاری کند، اشک خون جاری کند. از حرم تا قتلگاه، از حرم تا قتلگاه، او عزاداری کند، او عزاداری کند. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. دست گلایم همه می شود پر پرزکین. دست گلایم همه می شود پر پرزکین. لاله گون گردد ز خون، لاله گون گردد ز خون. خاک پاک این زمین، خاک پاک این زمین. کربلا اینجا بود، نینوا اینجا بود. 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 ماه خون، ماه عزا، ماه ماتم آمده. ماه خون، ماه عزا، ماه ماتم آمده. آسمان خون گریه کن، آسمان خون گریه کن، چون محرم آمده، چون محرم آمده. دیده شد دریا حسین، وا غریبا وا حسین، وا غریبا وا حسین، وا غریبا وا حسین، وا غریبا وا حسین. وا غریبا وا حسین، وا غریبا وا حسین، وا غریبا وا حسین. اندر این مزاده فاطمه سر میدهد، اندر این مزاده فاطمه سر میدهد. بر قرآن قاسم و اون و جعفر میدهد. در کنار القمه، در کنار القمه، میر لشکر میدهد، میر لشکر میدهد. میشود تنها حسین، واقعا
غریبا و حسین وا 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 غریبا و حسین شب رخسار نبی شب رخسار نبی اربن اربا می شود اربن اربا می شود از جفا پر گله سرخ لیلا می شود سرخ لیلا می شود تشنه لب قربانی راه بابا می شود خون شود دل حسین وا غریبا و 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 حسین فاطمه اشک عزا فاطمه اشک عزا از به سر جاری کند فاطمه اشک عزا از به سر جاری کند از به سر جاری کند بر حسین تشنه کام او عزاداری کند او عزاداری کند آیدن در قتلگاه ناله و زاری کند ناله و زاری کند ای گل زرا حسین وا غریبا و 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 حسین. قاری صاحب شما چه وقت شروع کردین نواخوانی رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب احترام دارم خدمت یکایک شما کارمندای خوبی تلویزیون کوثر و همه بیننده های عزیز تلویزیون شما. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت تمامی امت اسلامی در سرتاسر جهان و بخصوص شیعیان و پیروان راستین اهل بیت علیهم السلام. بنده نوکر و خادم قرآن و اهل بیت هستم. از دوران طفولیت سنی شاید یک 10 ساله بودم که مداحی که نه البته کم کم نوحه می خواندم و نسبتا از صدا و صوت خوبی برخوردار بودم. دوستا و بزرگا تشویق کردن بالاخره ادامه دادم تا این حدی که فعلا در خدمت عزیزا هستیم. بسیار خوب. و حالا برای بیننده های ما کدام نوحه را دوست دارن که بخوانید؟ یک نوحه است به نام منو غم کربلا که همون جوابش همین است و منو سلام حسین. ما کجا و کربلا کجا، ما کجا و سلام دادن بر حسین کجا. البته ناامید نیستیم و انشاءالله همه را به پابوس مولا برسانه و ما خود از نوکر و خادم ایشان میدانیم. بیننده های عزیز، در این قسمتی از برنامه استاد قاری صاحب برای ما یک نوحه را اجرا میکنن، با هم ببینیم. منو غم کربلا منو سلام حسین 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 دوباره دل زنده شد دوباره دل زنده شد ز فیض عام حسین ز فیض عام حسین منو غم کربلا منو سلام 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 حسین غم حسین از ازل غم حسین از ازل فرشته شد با گلم فرشته شد با گلم
دلم نشست مرغ دلم نشست مرغ دلم بر روی بام حسین منو غم کربلا منو سلام 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 حسین تو هیزی هستم کند تو هیزی هستم کند خدا پرستم کند تو هیزی هستم کند خدا پرستم کند اگر که مستم کند زلال جام حسین اگر که مستم کند زلال جام حسین منو غم کربلا منو سلام 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 حسین کسی که از مهر او کسی که از مهر او گرفته است آبرو گرفته است آبرو سزد که گوید مدام سزد که گوید مدام منم غلام حسین منو غم کربلا منو سلام 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 حسین به آل یاسین قسم به آل یاسین قسم قسم به حل و حرم به آل یاسین قسم قسم به حل و حرم که التفات و کرم بود مرام حسین که التفات و کرم بود مرام حسین منو غم کربلا منو سلام 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 حسین چی گویم از زینبش چی گویم از زینبش که در نماز شبش که در نماز شبش نشسته روی لبش نشسته روی لبش گل پیام حسین منو غم کربلا منو سلام 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 حسین حسین زهرا سرشت حسین زهرا سرشت به خون پاکش نوشت به خون پاکش نوشت کلید باغ بهشت بود به نام حسین کلید باغ بهشت بود به نام حسین منو غم کربلا منو سلام حسین منو غم کربلا منو سلام حسین منو غم کربلا منو سلام حسین الهی از ما مگیر الهی از ما مگیر محبت فاطمه الهی از ما مگیر محبت فاطمه به حرمت زینب و به احترام حسین منو غم کربلا منو سلام 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 حسین ای تو گنجینه حیا عباس
وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وای تو سرچشمه حیا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وای تو سرچشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وای تو سرچشمه وفا عباس، شیر بیشه فضیلت و علم در شجاعت چو مرتضی عباس، چشمی گردون دیگر نخواهد دید چون تو سرداری با وفا عباس، چشمی گردون دیگر نخواهد دید چون تو سرداری با وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وای تو سرچشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وای تو سرچشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وای تو سرچشمه وفا عباس، عقل مات است و در جوان مردی، عقل مات است و در جوان مردی، که چی کردی تو بارها عباس، بنده صالح خداوندی، زان شرف داده از خدا عباس، بنده صالح خداوندی، زان شرف داده از خدا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وای تو سرچشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وای تو سرچشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وای تو سرچشمه وفا عباس، با امام زمان خود بردی، با امام زمان خود بردی، تو وفا را به انتها عباس، ای همه دردها دوا از تو، وی درت قبله دعا عباس، ای همه دردها دوا از تو، وی درت قبله دعا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سرچشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سرچشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سرچشمه وفا عباس، دردمندم علاج میخواهم، دردمندم
ها عباس، ای همه دردها دوا از تو، وی درت قبله دعا عباس، ای همه دردها دوا از تو، وی درت قبله دعا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سر چشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سر چشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سر چشمه وفا عباس، دردمندم علاج میخواهم، دردمندم علاج میخواهم، تو طبیبی به دردها عباس، تا نگیرم مراد خود از تو، نکنم دامنت رها عباس، تا نگیرم مراد خود از تو، نکنم دامنت رها عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سر چشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سر چشمه وفا عباس، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سر چشمه وفا عباس. سلامتی. بسیار خوش آمدین بازم به برنامه آینه محرم. نویزاده صاحب، شما بیشتر که کار شما، رشته شما امی مداحی سرایی است. دسترسی شما در کتابای مداحی تا چی اندازه است؟ تا چی اندازه دسترسی دارین به بله، کتاب مداحی کتاب زیاد دارم. از کتاب مداحی شاید حدودی حساب نکردم دقیق، شاید 100 جلد کتاب داشته باشم از مداحی. ماشاءالله. از همون زمان قدیم که جمع کردیم، بله حدود 100 جلد کتاب دارم از مداحی، چی قدیم چی جدید، و هر سال هم چند جلد کتاب خریداری میکنم و از لابلای اونا نوحه هایی را که خودم پسند میکنم و به آوازیم و به سبک خودم همخوانی داره انتخاب میکنم و اجرا میکنم برای جامعه اسلامی در خدمت مردم قرار بگیرم. بجز از یک از او کتابایی که نوشته شده دستنویسای کسی دیگر هست شما استفاده میکنید؟ آیا بعضی وقتا هم شده که خودت هم بنویسین؟ نه، خودم نه نوشتیم تا حالا. در داخل کشور ما نویسنده داریم که نویسنده، بله داریم نویسنده کتاب هست الحمدلله، شاعرای خوبی هست و یکی از شاعرها که به نام از دوستای خودم از منطقه خودم است به نام حاجی قاسم طاهری که پارسال هم چند تا شعر برای بنده داد و من از شعرهای استفاده کردم. امسال هم چند تا شعر حدود 7-8 تا نوحه برای ما داده که انشاءالله در همین ایام محرم این نوحه ها را مورد استفاده قرار بدیم و ثوابش را هدیه کنیم. سال شادی اموات و اموات این شاعر بزرگوار ما جناب آقای طاهری که از دوستای خوبی بنده است. بسیار خوب. بینندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه نویزاده صاحب به ما اجرا دارند. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین، مرغ دل ما زند پر به هوای حسین، پر به هوای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین، مرغ دل ما زند پر به هوای حسین، پر به هوای حسین. یک نگه کربلاش بی بود از صد بهشت، یک نگه کربلاش
به بود از صد بهشت. جنت اهل دل است، جنت اهل دل است. صحن و سرای حسین، صحن و سرای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. جنت یعل دل است، صحن و سرای حسین. تربت پاکش بود داروی هر درد من، داروی هر درد من. دارو شفای خداست، دارو شفای خداست. کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. چون به غذا خانه اش پانهی آهستنه، چون به غذا خانه اش پانهی آهستنه. پر ملائک بود، پر ملائک بود. فرش عزای حسین، فرش عزای حسین. خنده کنان می رود روز جزا در بهشت، خنده کنان می رود روز جزا در بهشت. هر که به دنیا کند گریه برای حسین، هر که به دنیا کند گریه برای حسین. منظر دلهای ما کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. خنده کنان می رود، خنده کنان می رود روز جزا در بهشت، روز جزا در بهشت. هر که به دنیا کند، هر که به دنیا کند گریه برای حسین، گریه برای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. ملک سلیمان بود، ملک سلیمان بود در نظرش کم بها. ملک سلیمان بود در نظرش کم بها. آن که گدایی کند، آن که گدایی کند پیش گدای حسین، پیش گدای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. غم نخورم بعد از این، غم نخورم بعد از این، غم نخورم بعد از این. بر سرای دگر، بر سرای دگر. تا که شکوهی شده نوح سرای حسین، تا که شکوهی شده نوح سرای حسین. زر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، کرب و بلای حسین. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین،
حسین کرب و بلای حسین مرغ دل ما زند مرغ دل ما زند پر به هوای حسین پر به هوای حسین یک نگه کربلاش به بود از صد بهشت به بود از صد بهشت جنت اهل دل است جنت اهل دل است سن و سرای حسین سن و سرای حسین منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین کرب و بلای حسین منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین کرب و بلای حسین منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین کرب و بلای حسین. استاد قاری صاحب، شما هم اجرا کردین تا امروز را. امروز ورود امام حسین به کربلا هست، روز مسما شده امروز دوم محرم. شما برای امروز کدام نوحه اختصاصی دارین؟ بنده نوحه اختصاصی دارم، البته اوری که به اجرا گذاشتم یا به اجرا بگذارم تا الان اجرا نکردیم. بند معمولا مداها اونایی که چیره دست هستن، اونایی که در رابطه با مداحی علمیت دارن، معمولا نوعهایی را انتخاب میکنن که موضوعیت داشته باشه و مناسبت داشته باشه با همون روزش. بله. دیگه ما تا حدی را کوشش کردیم که یه سنت حسنه را پیروی کنیم و ازش عمل کنیم دیش. بیشتر چی رو خوش دارید؟ شما خود استاد قاری هم هستین، یعنی شما بیشتر قرائت دوست دارین نوحه‌خوانی را؟ والا نمیتونه از هیچ کدامش آدم دل بکنه. حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله زمانی که از دنیا رحلت میکردن گفت ما دو چیز گرانبها را به شما به جای میگذاریم که شما هرگاه به او دو چیز چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. یکی همین قرآن است و دیگری اهل بیت. ما نمیتونیم یکشو بگیریم چون یکی معرف دیگری است. اگر قرآن نباشه اهل بیت تعریف نشده میمونه و اگر اهل بیت نباشه قرآن تعریف نشده میمونه. پس ما باید به هر دو عمل کنیم. بسیار خوب. نبیزاده صاحب، پیام شما چیست برای کسانی که مثلا عزاداری میکنن در این ماه، به خصوص دمی تا 13 محرم تا عاشورا را به کدام شکل باید عزاداری بکنن؟ پیام ما برای تمام عزاداران و مخصوصا جوانان، طبقه جوان که در این ایام خودش را عزادار سالار شهیدان حساب میکنن، پیام ما این است که سعی کنیم ما از هدف حسین استفاده بکنیم، ببینیم حسین هدفش چی بوده، هدفش چی بود. و دسته های سینه زنی رو من خواهش دارم ازشان که برای سینه زدن اگر از مکان جایگاه خودشون بیرون میشه مزاحمت برای مردم نکنه، خشونت به خرج نتن، چون مکتب حسین مکتب انسانسازی هست، مکتب مردانگی هست. ما وقتی زندگی حسین بررسی میکنیم، امام حسین علیه السلام در مکتب حسین مردانگی بوده، شجاعت بوده، صبر بوده، استقامت بوده و همه ما باید کاری بکنیم که کار حسینی باشه، خارج از هدف حسین نباشیم. بسیار خوب. قاری صاحب، به عنوان آخرین سوال، شما چی پیام دارین برای کسانی که عزاداری میکنن؟ پیام بنده ای است که اکثریت جوانان ما فقط شعور دارن، شعور جای گذاشتن. پیام ای است که هم با احساس باشن هم با شعور حرکت بکنن. و گفته استاد نبیزاده که کوشش کنه اهداف امام را دنبال بکنه. تنها به این طرف و طرف گشتن کار ساخته نمیشه. کوشش کنه اول امام حسین علیه السلام رو بشناسن، هدفش چی بودن، چرا یک امام معصوم
با تمام خانواده و اهل بیت، حتی طفل 6 ماهه خود حرکت میکنه و از دیاری که خودشان هست مهاجرت میکنه. هدف از این مهاجرت یا برخواستن از جای رفتن به جای دیگر چی بوده؟ این پیدا بکنه. این سوال است. آیا کسب شهرت بوده، جاه و جلال بوده، مقام بوده، یا این که هدف این بوده که نهال نیمه خشکیده اسلام را آبیاری بکنه، حتی با خون خودش، با فدا کردن جوانان خودش، با فدا کردن طفل 6 ماهه خودش. یعنی امام حسین علیه السلام در حقیقت کسی بود که نهال نیمه خشکیده اسلام را آبیاری کرد و امسال روز اسلام داد میزنه که ما اسلام هستیم و در جهان عرض اندام کردیم. این از برکت خون امام حسین علیه السلام بوده. بسیار خوب. مداح اهل بیت کربلایی محمد رضا نبی زاده و همچنان استاد قاری محمد زکی واحدیار مهمان این برنامه بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک می سپارم. خدا حافظ.